شیخ عبدالقادر جیلانی در سفر حرکت میکند، در کاروان دزدان میآیند، قطاع طریقان میآیند که کاروان را غارت بکنند. همه اموال کاروان مصادره می شود، بچه خردسال در اونجا دورتر باقی مانده که عبدالقادر است. رئیس دزدا حرکت میکند، میآید به نزد بچه، برش میگه که پول داری؟ عبدالقادر میگه بله پول دارم. میگه چقدر پول داری؟ میگه 40 سکه دارم. میگه کجا گذاشتی؟ میگه در کمرم بسته است. ای مسلمان، اگرچه اینجا جواز داره دروغ گفتن، اگرچه در جایی که مال تو جان تو در خطر است یا جان و مال برادر مسلمان در خطر است اونجا دروغ گفتن جواز داره، ولی اونی که تربیه درست شده، اونی که قرار است فردا شیخ عبدالقادر جیلانی پیر اولیا بشود، اون مادر دارد که ولیه هست، مادر دارد که دوست الله هست، این گونه فرزند تربیه میکنه. ولی الله نمی شرماند، الله ناکامشان نمی کنه. میگه کجاست؟ میگه در کمر من. دوست برش میگه که عجیب هستی تو، آخه من تو رو نمیگشتم، کمر تو رو نمیدم، برای چی گفتی من پول دارم، 40 سکه دارم، اون هم در کمر من بسته است؟ گفت برای اینکه خدا از دروغگویان نفرت دارد، خدا از دروغگویان نفرت دارد. به من دروغ آموخته نشده، صدق و راستی به من آموخته شده. یک بار این دزدی که این سوال را میکند، سبحان الله، گاهی وقت راستی تو سبب هدایت میشود. ای مسلمان، گاهی وقت راستی زبان تو، راستی کردار تو سبب هدایت دیگران میشود. اونا با رفتارشان دعوت میکردن. و دزد کلان وقتی این حالت را میبیند و به گریه میافتد، میگوید تو بچه 13-14 ساله راست میگویی، من به پروردگار خودم که اعلان کرده و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمان است. خدایی که وعده رزق داده، من خدا را نعوذ بالله دروغگو معرفی کرده و دست به حرام میزنم در حالی که رزق من را وعده داده شده و به من رزق خدا میدهد. چرا دست به دزدی زدم و دزدی میکنم؟ دستور میده تمام اموال را بگذارید، تمام اموال مردم را که اینجا برداشتین بگذارید. توبه میکنه.